السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز و گرامی، در مورد روزه ماه شریف شعبان یا اینکه شب زنده‌داری ماه شریف شعبان چطوری که تاجیکا شب برات میگن، یعنی اصل شب براءت است، خیلی در لهجه ما شب برات شده رفته است، یا اینکه در طاعات و عبادات یا اینکه خیر و صدقات که در این ماه مبارک کرده می شود، البته برای خود اجر و پاداش و حسنات خیلی زیاد و به حساب دارد. البته انسانیت کدام وقتی که طاعت عبادت کرد از اجر و حسنات و پاداش خالی نیست. البته اجر و حسنات و پاداش رحمت خداوند بالای این می شود، اما بعضی روزهای هست که دارای فضیلت مخصوصی خودش هست، یا اینکه مقصد بعضی از ماه‌های هست که چنان فضیلت و فیض و مثال برکات دارد که دیگر ماه این خیل فیض و فیوزات و برکات ندارد. از اون جمله ماه شریف شعبان که به نسبت دیگر ماه‌ها به غیر از ماه شریف رمضان برای خود دارای خصوصیات و فضائل زیادی است. و ماه شریف رجب که داخل میشید، جناب پیغمبر ما علیه السلام دعا میکردند که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. پروردگارا در ماه رجب ما و در ماه شریف شعبان ما برکت عطا کنه، ما را بر ماه شریف رمضان برسان. یا امروز هم که باشد ما و شما همین دعا را میکنیم که پروردگارا در ماه شریف رجب ما برکت عطا کرده باشی. پروردگارا همچنین در این ماه مبارک شعبان ما پروردگارا برکت عطا کن که ما تا اینکه موفق گردیم به طاعات و عبادات و به خیرات و صدقات و همچنین و به خصوص به شب زنده‌داری این ماه پرفیض، و خداوند ما را به ماه شریف رمضان برسانی. و همچنین در دیگر روایت آمده است، البته این روایت و دیگر روایت ها اما در اطراف خود کمی قیل و مقال زیاد دارند، اما مقصد ما و شما روایت اعتبار میکنیم. در دیگر جا آمده است که جناب پیغمبر ما علیه السلام گفتند که رجب شهر الله و شعبان شهری و رمضان شهر امتی. ماه رجب این ماهی مقصد که مخصوص بر رحمت خداوند است، و ماه شعبان این ماه من است، و ماه رمضان ماه امت من است. یعنی هر ماه یا هر روز یا هر چیزی که نسبت یافت یا نسبت داده شد به سوی یک شیء بزرگ، از اون جمله این ماه که جناب پیغمبر ما علیه السلام به جناب خودشان نسبت دادن، البته این ماه مبارک دارای خصوصیات و فضائلی خیلی زیاد است که شاید بسیاری مردم از این غافل و بخبر باشند، و به خصوص از شب زنده‌داری شب برات. حضرت عایشه رضی الله عنها مادرمان روایت میکند که جناب پیغمبر ما علیه السلام در این ماه شعبان چنان اعتبار داشتند، چنان مقصد کمر همت میبستند برای طاعت عبادت و مثلا نمازهای نافله زیاده خواندن یا شب زنده‌داری، چنان در دیگر ماها خیلی کمر همت بسته نداشتن. مقصد در دیگر ماها به طرز عادی بود، اما در ماه شعبان چقدر با طاعت و عبادت و ذکر و تسبیح و نمازشان زیاده میگشت. و حضرت ام سلمه رضی الله عنها مادر ما روایت میکند که میگه من ندیدم که جناب پیغمبر ما علیه السلام مقصد که بغیر از ماه شعبان و ماه رمضان کدام ماه دیگر پی در پی روزه گرفته باشد. در بعضی روایت آمده است که جناب پیغمبر ما علیه السلام ماه شعبان مقصد بسیاری روزه می گرفتند، مثلا 20 روز یا 25 روز یا 27 روز روزه می گرفتند. اما در بعضی روایت آمده است که جناب پیغمبر ما علیه السلام ماه شعبان، یعنی گوییم که تمام ماه شعبان روزه می گرفتند، یعنی 30 روز مکمل روزه می گرفتند به طبق بعضی از روایات. و همچنین حضرت عایشه رضی الله عنها مادرمان در یک روایت دیگر روایت میکند که یک روز جناب پیغمبر من علیه السلام به حضرت عایشه مادرمان گفتند که ای عایشه هل تدرین ما هذه اللیله، آیا میدونی که همین شب چی شب است؟
یعنی شبی نیمه از شعبان که بعد از یگان 5 روز می درآید. بعد از 5 روز انشالله شبی مقصد نیمه شعبان می شود، یعنی شبی برات می شود، شبی براعت. یعنی همین شب جناب پیغمبر ما علیه السلام اشاره کردن که ای عایشه تو میدونی که همین شب نیمه از شعبان چی گونه شب است؟ پس گفتم که یا رسول الله چی گونه شب است و در این شب چی مقصد فضیلت رخ میده و این شب چی برای خود فضیلت مثل خصوصیات دارد؟ جناب پیغمبر ما علیه السلام گفتند که فیها ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنه و فیها ان یکتب کل هالک من بنی آدم فی هذه السنه. در همین شب هر یک فرزند آدم تولد میشیدگیش می نویسند که مثلا همین سال در همین شب همین ساله تولد میشیدگی را می نویسند. در همین شب تمامی مقصد وفات میکردگی را از دنیا میگذشتگی را می نویسند و در همین شب یعنی رزق آدمیزاد، رزق فرزند آدم فراخ میکنند، فرود میارند، به بالاشان میارند و در همین شب اعمال بنده ها را به مقصد ملای اعلا به محل قبول و به بالا میبرند. مقصد این شب چقدر شبی هست که مثلا توجه مثلا رحمت پروردگار یا نظر رحمت خداوند بالای بنده ها چقدر زیاد است که این قدر مقصد ملائکه ها سرگردانی مثلا نوشتن تولد فرزند آدم، نوشتن وفات کردن فرزند آدم، نوشتن مثلا برداشتن اعمال آدم به محل قبول و همچنین فرود آمدن رزق فرزند آدم. یعنی این شب انسانیت کوشش کنه که به غفلت نگذرانه، این شب به طاعت و عبادت و به این چیزا گذراند. حضرت عایشه رضی الله عنها مادرمون در دیگر روایت نگوییم در دیگر خبرها آمده است که روایت میکند یک شب جناب پیغمبر ما علیه السلام میگه در خانه من بود، مثلا شبی که نوبت من بود، یعنی که جناب پیغمبر ما علیه السلام هر روز مثلا نوبت داشتن، یک شب اینجا، شب دیگر جو، شب دیگر یعنی همسر گرامیشون. حضرت عایشه رضی الله عنها مادرمون میفرمایند که شبی که نوبت من بود یک قرار شب خستم جناب پیغمبر من علیه السلام نیفتم، دیدم در جاگه نیستن، در خانه نیستن. بعدا بسیار تشویش شدم و همون روسری ما یعنی گوییم که چادر ما در سرم پرتافتم، برآمدم میرم جناب پیغمبر علیه السلام در بقیع هستند که البته در گورستان بقیع در شبانگاه دعا و درود و استغفار در حق گذشتگان اهل بقیع میکردند. بعد میگه وقتی که مرا دیدن جناب پیغمبر ما علیه السلام گفتن که ای عایشه تو خوف کردی که خدا و پیغمبرش در حق تو ظلم کرده است، یعنی که تو گویا که من تر خواب دیدم از جوگه تو برآمده نزد دیگه همسرم رفتم، یعنی نوبت گویا که ویران کردم. به همین خیلی اشاره کردن، یعنی به علم پیغمبری و معجزه که گوییم به کرامات فهمیدن مقصد تشویش حضرت عایشه رضی الله عنها مادرمون. بعدا حضرت عایشه رضی الله عنها مادرمان خودشان اقرار کردن که گفتن که یا رسول الله من گمان کردم که شما یعنی از جاگه من خسته به نزد دیگر همسرتان رفتین. بعدا جناب پیغمبر ما علیه السلام فرمودن که ای عایشه به درستی که الله سبحانه و تعالی رحمتش و مغفرتش و نظر رحمتش و تجلی رحمت او یعنی روشن شدن و نور و فیض و برکت رحمت پروردگاری یعنی فرود می آید در شب نیمه ماه شریف شعبان، یعنی در شب 15 ماه شعبان، یعنی همین شب برات ده. مقصد چون شب برات ده به سوی دنیا همین قدر یعنی رحمت خداوند زیاده می شده است که خداوند مغفرت می کرده است، می بخشیده است گناه بسیارتر از عدد یعنی گوییم تارهای موی گوسفندهای قبیله بنی غنم، قبیله بنی کلب، معذرت قبیله بنی کلب، لغزشی زبان شد، قبیله بنی کلب. در مردم عرب یک قبیله بود به نام بنی کلب
که از همه سرگوسفندترین قبیله همینها بودن، یعنی که بسیار گوسفند اینها داشتن. یعنی جناب پیغمبر ما علیه السلام گفتن خداوند در همین شب همین قدر رحمت میکند که مقصد همین قدر بخشش و رحمت خداوند زیاده می شود که گناه ها را می بخشد. مثال یک گوسفند مثلا در بدنش چقدر پشم دارد، مثال بنی کلب که مثال ممکن 10 عطر 20 عطر مثلا گوسفند دارن، همه همونها پشمش اگر جمع کنی چند دانه میشه. از این کرده زیاد خداوند یعنی گناه ها را در این شب میبخشید است. بعدا یعنی انسانیت در لازم است که در این شب یعنی شب به غفلت، به جهالت، به بازی و شوخی و به تلفن بازی و تماشای اینترنت و دیگر چیزها نگذراند که این شب مثال در یک سال یک بار میآید. این شب کوشش کنه که به طاعت و عبادت گذراند. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت میکند که جناب پیغمبر ما علیه السلام فرمودند که ان الله تعالی خداوند جل و علا در همین شب نیمه ماه شعبان، شب نیمه ماه شعبان چنان رحمت میکرد است، توجه رحمت پروردگار چنان زیاد میشد است، چنان یعنی رحم و مرحمت خداوند، نظر رحمت خداوند بالای مردم هم چنان زیاد میشد است که خداوند از برای جمیع خلقش مغفرت میکرد است، گناه تمام بنده ها را میبخشید است مگر برای غیر دین یا مگر برای کسی که در دینش در دیلش بدبینی، کینه و خصومت، عداوت، یک حس نفرت یا حسد یا بخیلی در حق یک برادرش داشته باشه. امروز میبینیم بسیار برادرهای هست که مسلمانان نماز میخوانند یکی در دیلش حسد داره، در دیلش کینه داره، در دیلش بخیلی داره نسبت یک برادر خودش، به خصوص نسبت تاجیک خودش که برای چی این مقصد صاحب ماشین شده است من ماشین ندارم، برای چی این مقصد صاحب قپل شده است من نشیدم. و خیلی هم کوشش کن از خداوند طلب کن، تا مهنت که و مثل تو آدم است، تا هم کوشش کن تا اینکه تا هم صاحب پول مال شبی و تا اینکه مقصد این کینه و خصومت از دل دور کنی، تا اینکه رحمت خداوند شامل حال تام شود، تام از رحمت خداوند به نصیب نگردید. از این خاطر برادرهای ما به خصوص دیندارا و نمازخوانایی که هستند باید اینکه همه چیز را از جانب پروردگار بدانند. این ریسک در اختیار بنده نیست. اگر ریسک در اختیار بنده میشید در دنیا فقیر نمیمون. این ریسک از جانب پروردگار است. تا هم بنده خدای، او هم بنده خدا. او چی عمل کرد که صاحب ریسک زیاد شد و تو ماندی. البته در تو کمبودی زیاد است که در دل کی نداری، حسد داری، بخل داری، بدبینی داری که خداوند تو را محروم کرده. از این خاطر دل پاک کنین، مقصد نسبت یک برادرتون و به خصوص تاجیکای خودتون در غریبی مقصد حسد نکنین، بدبینی نکنین و مقصد طاعت عبادت کنین. خداوند بر شما هم ان شاء الله نصیب می‌گرداند. اکنون دوستان عزیز بعضی از برادرهای را ما حتی شنیدیم که نسبت شب برات یعنی نسبت شب زنده‌داری در این ماه مبارک مثال سخنهای ناجا بسیار میگن، حتی میگن در این شب زنده‌داری گفتنی گپ نیست، در این شب طاعت عبادت نیست، در این شب نماز نیست، در این شب روزه نیست، گفته هر خیلی سخنها را میگن. لیکن برادرها در کتاب مشکات شریف در کتاب حدیث آمده است که حضرت علی رضی الله عنه فرمودند که جناب پیغمبر ما علیه السلام خودشان مرحمت کردند که اذا کانت لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلها و صوموا یومها، یعنی هر وقتا که شب نیمه ماه شعبان در آمد، یعنی شب نیمه ماه شعبان شد، پس شما شبش به زنده داری بگذرانید و روزش به روزه. یعنی مثلا فرض کنیم همین شب ماه شب براءت است، ما همین شب تا سحر طاعت عبادت شب زنده داری میکنیم، سحرش روزه میگیریم. چون که جناب پیغمبر من علیه السلام فرمودند که فإن الله تعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفر له، الا مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافيه. یعنی خداوند از جانب پروردگار در این شب، یعنی در همین شب نیمه ماه شعبان، در شب برات
یک ملائکه موظف از جانب پروردگار به سوی آسمان می آمده است و ندا می کرده است به صدای بلند که مثال ظاهرا او صدا را انسانیت نمیشنود. همین خیلی صدا می کرده است که آیا هست کسی که از خداوند بخشش و بخشایش و آمرزش گناه داشته باشد که تا اینکه خداوند او را گناهش ببخشد؟ آیا در این شب یگان کسی هست که از خداوند رزق و روزی و زندگی خوب، حیات خوب طلب داشته باشد تا اینکه خداوند برای او فراخی در عیش و زندگی خوب نصیب گرداند؟ آیا هست همین خیلی آدم که از اونی که کینه و خصومت در دل میگیریم همیشه به زنده داری بگذرانیم از خداوند طلب کنیم؟ باز میگفته است آیا کسی هست که در یگان بلا و آفت، در یگان مشکلی، در یگان بیماری دچار شدگی باشد که دعا کند که خداوند او را عافیت عطا فرماید، خداوند برای او مثلا تندرستی و عافیت دنیا و آخرت نصیب گرداند؟ گفته یعنی فریاد میکرده است. و همچنین دوستان عزیز، یعنی این شبی هست که ما و شما فقط این شب به طاعت و عبادت و خصوص روزش به روزه بگذرانیم. و همچنین دعاها یا اینکه نمازهایی که در این شب بعضی روایت ها یا اینکه بعضی کتاب ها آمده است، مثلا خیلی مثلا فرض کردیم دقیق مثال تو باید در همین شب 100 رکعت بخوانی، خیلی این خیلی مثال هم نیست، لیکن هر کس موافق همتش چقدر طاعت زیاده شد همون قدر اجر و حسنات زیاده میگردد. شما میتونین در این شب 50 رکعت بخوانین، میتونین 40 رکعت بخوانین، میتونین 70 رکعت، 100 رکعت، چقدر همت داشته باشین همون قدر شما بخوانین انشاءالله اجر میگیرین. و هر دعایی که شما میخواهین بکنین. لیکن حضرت عایشه رضی الله عنها مادر ما روایت میکند که در همین شب برات در سجده شان جناب پیغمبر من دعا میکردن که اللهم انی اعوذ بعفوک من عقابک، پروردگارا پناه میبرم به تو به بخشایشت به وسیله بخشایشت عفوت از عقابت، یعنی پروردگارا یعنی به همین عفو تو پناه طلب میکنم از عقابت، از عذابت، از غضبت پروردگارا، یعنی عفو خودت، رحمت خودت بالای من زیاده بگردان که من داخلی یعنی غضبت نشوم، یعنی در تحت غضب شامل نشوم. گفته جناب پیغمبر من در حالت سجده همین دعا را میکردن که اعوذ بعفوک من عقابک. یعنی دیگر دعاهایی که شما میدونین از عربی و فارسی که میدونین، هر دعایی که میدونین همین شب به طاعت و عبادت، به دعا، به تلاوت قرآن، به ذکر، به تسبیح مثلا بگذرانین. اگر مثال 10 رکعت 15 رکعت نماز خواندین خسته شدین، خیر شما بشینین کمتر تسبیح گردانین، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لیکن کوشش کنین که استغفار بسیار بگین، چون که ما مردم همین عصر گناهمون همین قدر بسیاری هست که مثلا بسیارتر استغفار کنین و خوب است. همه ذکر کردن سبب بخشش گناه میشه، لیکن خداوند با استغفار از ما دوست می‌دارد. استغفار بگین بسیارتر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا استغفر الله تعالی من کل ذنب و اتوب الیه. و خوش خسته شدین میتونین کم در نشسته قرآن تلاوت کنین اگر قرآن خوان باشین، و الا مثلا فرض کردین ششته ذکر کنین، باز خسته نماز دوام دادن بگیرین. اگر کسی که قضایی داشته باشه میتونه با یگان مقدار قضایی بخونه، یعنی به هر تقدیر هر خیلی که باشد همین شب یعنی به کار خیر، به حالت خیر، در بهترین حالت خیر گذرانیده شد تا اینکه ما و شما در تحت دعای همون ملائکه ها، فریاد همون ملائکه ها شامل شویم تا اینکه رحمت خداوند بالای ما و شما زیاده گردد و از رحمت خداوند به نصیب نگردیم. هدانا الله تعالی و ایاکم و کل المسلمین الی سواء السبیل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.